سلام هموطنا، امروز آمدیم که دوباره یک ریاکت بریم و او را هم روی یکی از آهنگ های فرداد تایم به نام دارک سیک شما خیلی در کامنت ها برای ما پیشنهاد داده بودیم و امروز تصمیم گرفتیم که به این آهنگ ریاکشن بریم. پس تا آخر ویدیو با ما باشین. لایک، سابسکرایب، کامنت و شیر هم فراموشتان نشه. خب بریم مستقیم سمت دسکریپشنش که 13 می 2025 به نشر رسیده و 3200 تا هم بازدید گرفته، 222 تا هم پسند. سینگل ترکش دارک سی و همچنان آرتیستش هم فرداد تایم. خب بریم دیگه به طرف ریاکشن. ده کلمه میکنم خلق میکنم بیت سر بی تو مثل تل مرگ رفترم اقیانوسکی میشه صدمه من فریاد حقو میزنم فرای صدمه رشتم میبرم زیر سوال شعر گرگی شغالی یا برار شغال در زمین جرأتو میکارم بز جنگ جرأت یعنی جنگلم میگم و نهال هدف مزنده کردن صدای مردمم. خیلی خوبش و خیلی هم عالی. اولش که تو میبینین کاور آردش چقدر قشنگ و مقبول است، یک قسم وحشتناک و احساس خطر برای آدم دست میتنه و خیلی خوبش. متنش چقدر عالی است که چنانچه که از اول شروع شد گفته که هدف ما از خلق کلمه یعنی دفاع کردن از مردم. مثلا من همون قسم برداشت یعنی کردم، من کلمه به کلمه بیت تولید میکنم و این بیت هم مثل تله مرگ است بر بعضیا. مرشتم میبرم زیر سوال شعر گرگی شغالی یا برار شغال در زمین جرأتو میکارم بز جنگ جرأت یعنی جنگلم میگم و نهال هدف مزنده کردن صدای مردمم که کویر هنجرشون در کله مرزبم نمیخوایم ترک کنم چشم را با ناله کردن ترجیح میدم که جرقشون در بودم بیام درخت رد از قلب خشم ابر و در فرق سر جد. در این قسمتش اگه متوجه شده باشی گفت هدف من این است که من باشم صدای مردم، اما مردمی که صدایشان خوش شده یا هم مثل کویر. اینجا کویر مثلا اگه کویر آورده به نظر من خیلی قسم من آمیته که یعنی کسایی که صدایشان خوش شده. خود کویرم که زیاد خوش کس نه، یعنی مثلا مردمی که گپ زدن نمیتونم و میخوایم صدای از اونا باشم و نمیخوایم که درد و ناله شوم یا در چشمای کسی بیارم. ما میخوایم که مثل یک جرقه شوم و همیشه نوری باشم. یعنی دقیقاً یعنی که ما میخوایم حرفای مردم را بیان کنم، نه چرت و پرت که خیلی ها میخوانن که اصلا معنایی هم نداره و خیلی هم حمایت میشن. نمیفهم چرا مردم ما دنبال مزخرفات بیشتر هستن تا اینکه دنبال چیزایی باشن که معنا و مفهومی داره. و واقعا قلم فرداد عزیزم حرف نداره، چقدر زیبا می نویسه. مردمم که کویر هنجرشون در کله مرزبم نمیخوایم ترک کنم چشم را با ناله کردن ترجیح میدم که جرقشون در بودم بیام درخت رد از قلب خشم ابر و در فرق سر جل که عامل خلق جنگ در قلب رنگ هم دیگه زدم خط مر سر پرستش رنگ و عامل مرگ هم به قتل عمد انسانیت بندازم گردن کیمه واژه در خوبش میگنی یعنی تفاوت رنگ ها، یعنی خیلی در جهان قبلا که بود سیاه و سفید میکردن که سیاه است و سفید است و نجات پرستی زیاد بود. چنانچه که حتی مثلا سیاه‌پوستا بیچاره را مثلا میبردن برای بردهداری و سرشان کارهای شاقه انجام میداد. نه ابر در فرق سر جل که عامل خلق جنگ در قلب رنگ هم دیگه زدم خط مر سر پرستش رنگ و عامل مرگ هم به قتل عمد انسانیت بندازم گردن کیمه واژه ها را فرو کنم بزر دست کیمه بو گرفت لاشه تاریخ دفتر میهن و متقلت دانه کرکس دیگر روی قصص حد تصور داغ‌تره زخماش با خبره ترین داغ‌ترم جراحی نمیشه از هر راه که میشه هر قلب سیاه با رخت سفید میشه داوطلب که ای عمل مغز جمع بشه با چسب زخم مگه میشه زخم سرطان وصل زد پلن در واقع قتل عمد وقت آدمیت بندیه ده حبس قبل در کف زمین جاریز خون هویت ما و تو هستیم دوتا خود فروش با دنیت تو خود فروختی برای مقام کلیتش ما برای بقای نفسم فروختم کلیه و ایست دقیقا تفاوت در اون قسمتش اگه اول متوجه شده باشین اینجا خیلی خفن گفت، واقعا حرف نداشت و قسمت قبلترش گفت هر کسی چپند سفید پوشیده و میگه که من دکترم، اما منظور از اینجا یک قسم نبود. گفت یعنی منظورش اگه دورترین قسمتایش فکر کنیم یعنی یک قسم منامیته که هر کسی میآید میگه ما زخمهای مردم زخماشون هم مثلا درمان میکنیم، در حالی که اگه زخمهای سرطان باشه هیچگاه او درمانی نداره. مثلا گفت نمیشه که جراحی مغز با چسب زخم شما درمان کنین. نه و در این قسمت هم گفت ما دو تا آدم فروش بودیم یا دو تا خود فروش بودیم. یکی تو بودی که به خاطر دولت و رسیدن به مقام خودت فروختی و ما بودم که به خاطر فقر و تنگ دستی خودم یا کلیه ما فروختم که بتونم نانی به دست بیارم تا به خانواده و دوستایم کمک شوم.
تفاوت واضح جایگاه ما که نه خونه هویت ما و تو هستیم دوتا خود فروش با دنیت تو خود فروختی برای مقام کلیتش ما برای بقای نفسم فروختم کلیه و ایست دقیقا تفاوت واضح جایگاه ما که نداشتیم یک طبقه بالا جایگاه ما طبقه بالاتر ما در واقع هم کفن سمت ما آمده بیا با خود چند کفن فوران فریادون فهمان فردا در فقر فروتنی و فریب فهم فاسد رب راه رهایی رنج رخسار و در این قسمت بخیالم که اسم خود من ها کرده نه؟ به نظر ما همون قسم است مثلا میگه صدای ما فوران فریاده، یعنی مثلا چی میشم صدای مردم نه؟ بله، یعنی فرداد معنایش است که من فوران فریاد هستم، یعنی که حرف مردم فریاد میزنم. و فوران یک معنای دیگه هم داره، مثلا جریان پیدا کردن صدا معنا میته به نظر نه؟ فوران خود جریان است. رنج رخسار ما در واقع هم کفن سمت ما آمده بیا با خود چند کفن فوران فریادون فهمان فردا در فقر فروتنی و فریب فهم فاسد رب راه رهایی رنج رخسار و مزرخنی ریا در روح راه رزم راسخ هوای درد داغ دل از دشمن و دام و دارد دیار درنده دروغ دان دانش آفتاب آسمان آمد آخرم مایی آبادی آزاد است آیا انسان از آینه آهش درد دارد دیارم و دار که درمانش در دستایم دریغند و دانه دستایش تشنه و تخریب تبر تاریک ترین تابش تباه ترین تاریخ تاب تنهایش آرزوی آفتاب آزاد آسایش ای است از آموزگار آزمون آسانش یاری یاران یک یسه یاد مماندم و مرد ما متم مرگ معامله خلقت ما بوده پارادوکس که ما را اشرف کرد بالا برد برای خلق یک دفعه بیتش چقدر سریع شد نه؟ بیتش عالی است نه؟ خیلی خفن. خلقت ما بوده پارادوکس که ما را اشرف کرد بالا برد برای خلق ما کار گرفت و چیز دست خلاق با خاک آماتور در پی جنون در دوی ماراتون خانه آخر میشه کالا بمب اگه در جیبش پیسه بود وجدان سفارش میلاد از آمازون تشیدم پای مایکم دارک سیره هرچند که دیگه قلمم سیره چی رقم بکارم در دلم میره یا پول داشته باشی در جیب تا میتونی از وجدان از آمازون هم سفارش بدی. دقیقا، یعنی که کسایی که پول دارن در جیبشان پیسه پرسته اونا اصلا کسی نمیبینه وجدانشه، فقط چاپلوسی همو آدم ها رو میکنن. چنانچه که میگه در این شرایط اگر جیبت پرپول باشه تو هستی زوردار و تو هستی همو کسی که همیشه حق با تو است. وقتی که دست را جای مسک چند صد پیره نوشتم شعره شدم به تک تک کلمات خیره رقم خنده بودم برای یک دجوک عوض کجای جیم و خیره ما کجای تاریخ بشرم رایت جاهل حاکم حشری هویت پیره نوشتم شعر مقبول گفتی؟ چقدر جالب. شدم به تک تک کلمات خیره رقم خنده بودم برای یک دجوک عوض کجای جیم و خیره ما کجای تاریخ بشرم رایت جاهل حاکم حشری هویت و خون و وجدان و وطن چیزی نیست نفروشیم با پیسه نخریم البته وقتی که نان خوش باشه کم معلومه تصمیم میگیری باشه کم هر بذر دار که میکاری حفظ کنی بغاره در چپ در دیگه واژه کم دیگه طبیعی است قلبا رو سرکوب کردن وقتی امید در گور رفته آرزو میزن از آنو در پیش مرگ در حال یعقوب کردن همسایه میزن سایه هم در این قسمتش گفت وقتی که شکم خالی باشه معلوم است که تو از شکمت، یعنی مثلا اصلا غذای برخوردن نباشه معلوم است که تو از شکمت تصمیم میگیری تا از عقلت. خنجر بده سهنش معطوف کردن خلاصه کنمش همه ده طریقی برای بقا مصروف مرگن میباره کلمه از هر چشم هر نگم از هر خشم ایمان ده محضر شد کل پرونده هست مصرف عشق میباره کلمه از هر چشم هر نگم از هر خشم نور ما کشتن سر مزار ما کاشتن چند سرشم این میشه سقوط همگانی یه ده هست مصرف عشق میباره کلمه از سر چشم هر نگم از هر خشم نور ما کشتن سر مزار ما کاشتن چند سرشم گفت مثلا میگیرن شمع یا نور زندگی آدم خاموش میکنن ما را وقتی که زنده هستیم از زندگی ما ناامید میکنن ما را سرکوب میکنن میگه تو نمیتونی توی قسم هستی یا او قسم هستی وقتی که مردیم در سر قبر ما هزاران شمع روشن میکنن و او آدم میگن که کاش نمیمردی مثلا کاش که تو میشد او تو میشد ولی وقتی که زنده است تو هیچ کس این خیالش هم نیست. تا وقتی که یک آدم زنده است باید ما نور شویم، یعنی که نورش بیشتر بسازیم، نه یک وقتی که مردن و یا زیر خاک رفتن بریم یک دو تا شمع در سر قبرش روشن کنیم. اصلا اون شمع روشن نکن، نه؟ چی فایدهش؟ ایمان ده محضر شد کل پرونده هست مصرف عشق میباره کلمه از سر چشم هر نگم از هر خشم
نور ما کشتن سر مزار ما کاشتن چند سرشم این میشه سقوط همگانی در واقع همگانیم که کردیم فیر زمینی در ریش خودمون که اینجا گن منظورش از اسلحه هست. این جا نگدی خود میشه اسلحه گرفتیم. اگر گرچه هم با هم دیگه بودیم ولی با هم دیگه دشمن بودیم. مثل اگه اسلحه بودیم که تو را میخواستی بکشی و تو را میخواست بکشه و میقسم شد که هیچ کس هیچ جایی نرسید. هر مکانیم همین فرق و ده سرطانیست که هنو میریم یک سرطان نیست شویم ما یک ضربانیم من تو اگه بتونیم یک ضربانیم برای سبا هم من میگم کافیه قسم به جانه چند صد قافیه با یک جرق تاریخ مفتخره غیر ای باشه یونجه مفتخره سوزانیم پلوی پشت سر یک روز نشد ببینیم خشک سرک هر روز سیرا به خون ملت است که از دل کویرم گوش نترن همه حامل بیرق بدلم تعصب نیاز نداره بدلیل فران نمیرسن اجلمان ما خودمون فراخانه سرک هر روز سیرا به خون ملت است که از دل کویرم گوش نترن همه حامل بیرق بدلم تعصب نیاز نداره بدلی. دوستای عزیز یعنی پشت هر کدام از این کلمه یک معناست. اگه شما خوب فکرتان بگیرین اصلا نمیتون از ذره از این کلمات بگذارین. اگه ما بخوایم تک تک از این کلمات را بیان کنیم واقعا دیگه در 30 دقیقه و اینا میگونجه. شاید 30 دقیقه هم بیشتر که واقعا معنا داره. سنه اجلمان ما خودمون فراخانه عجله نمیره در کلم بی نیت بغلت کنم یک بوی بد ذات مده بغلم عاشق تقلم خلع عملم هر عملی عکس العملی دیگه از رای مایم کم کم سیرم در رگ مای که موس کردم سیرم از فشار ضربه کلماتم داره کم کم جان میده زیرم فرض کن مرد قاتل از کلمه نه قاتل رسما قلمه اینو چند بار گوش بده چون قلم و کلمه هر دویش مسئله نمیخوایم او را باز کنم بیشتر ممکنه چشما بشن کم و بیشتر در پارت یک گفت و محل نالنیام نقد میزنم برای پیش خانه را نمیگم در واقع درک تاتو اگه گپای یک قدم پیش رفت خانه و ما تو درک دومینوس اگه پیش بره پس نمیره هیچ وقت حالی حرکت کی کنه روان ریشای سفید و مغزای جوان من میگم هر دویش برای فکر کردن در واقع هم تیر نیازم کمان غیر ای باشه پارک و زمانه دیگه سرکو با خلاف زبان وقت زندگی بکنی در کفن چه فرق میکنه جنس یا کتان خلاص. این قسمت آخرش چقدر زیبا گفت. آخرش فکر کنم نه گفته یعنی که وقتی که در جانت کفن است یعنی این منار نمیده که تو مرده باشی یا که کفن پوشیده باشی یعنی که از روحت مرده باشه و کفن پوش شده باشه حتی اگه تو لباسای زیبا بپوشی هر چی بپوشی هم دیگه هیچ است. و بیاز دیگه جوانای ما نمیال مقسم شدن مثلا فقط جسمشان زنده است روحشان اصلا دیگه مرده اصلا امید به زندگی کردن نداره و ایره که بخوای هر رقم استایل هم بزنی وقتی که از درون نابود شده باشی دیگه همه استایلای جهان هم نابود کننده است و اصلا بر دلخوشی نمیده. واقعا خیلی خوبش بود. دم فرداد عزیز ما گرم یقش نیست که کمترین بازدید را گرفته و باید میلیونی میشد. دوستای عزیز لایک سابسکرایب شیر و کامنت هم فراموشتان نشه. تا برنامه بعدی شما رو به لای پاک میسپاریم. خدا نگهدار.